بریم ببینیم حس قلبیش به شما چیه، این شخص احساسش به شما چیه. چیزی که برای شما افتاده، این آدم حس خیلی خوب به شما داره، شما رو دوست داره، به شما علاقه‌منده، خودش توی ارتباطش با شما شخصیت همه چیز تموم میدونه، احساس میکنه که از هر انگشتش یه هنر میبره. بچا اگر که کیس احساسی شما آقا باشه، دارم میبینم که این آدم شما رو همه چیز تموم حتی میدونه و میبینه. بچا چیز دیگه که دارم میبینم، این آدم واقعا شما رو توی زندگی یه دونه شانس میبینه. اگر رفته سعی داره که به سمتت برگرده و دیگه برگشتش دارم حالا هفته‌ها یا یک سال آینده رو میبینم، اما واقعا به شما علاقه داره، شما رو توی زندگیش یک شانس میبینه، میبینی دنبال راه حل، دنبال اینه یک مسیر، یک راه انتخاب کنه که بتونه به سمتت قدم برداره یا برگرده به سمتت. دارم برای سرتون کات شدن ارتباط رو میبینم بچا، انگار که ارتباط یک سریاتون بخواد به مشکل بخوره. خیلی حواستون رو جمع کنید که رابطتون کات نشه بچا. اما دارم میبینم طرف مقابل شما رو دوست داره، به شما علاقه‌مند، روی شما غیرت داره. اگر که این شخص کار میکنه، در محیط کاری خیلی فکرش مشغول شماست. اگر توی خونه داره زحمت میکشه، دارم میبینم که این آدم حتی توی خونه یه موقع آشپزی کردن خیلی در فکر شماست و خیلی به شما فکر میکنه، مثلا نگرانی‌هایی در مورد شما داره. اگر رابطتون دچار مشکل شده، بهبود دارم میبینم، دخالتایی که توی زندگی شما میشه همش رفع شدنی، 100% بهتر زمان بدی، همه چیز برات درست میشه، گل و بلبل میشه و خوشحالی 100% دارم برای تو و پارتنر توی این زندگی.